سلام به تمام دوستداران صفحه انگام با کرکت. آرزوی صحتمندی سلامتی برتان دارم. تمام اتفاقات مهم جام جهانی را در این ویدیو برتان میگم. مهمترین اتفاقات جام جهانی از این قرار بود که هند بعد از 17 سال قهرمان جهان شد. این تیم برای اولین بار در سال 2007 قهرمان شده بود. حالا بعد از 17 سال در سال 2024 قهرمان میشه. در پهلوش هند با وست اندیز و انگلند با دو بار قهرمانی در رقابت‌های جام جهانی 20 اوره پرافتخارترین تیم رقابت‌ها شد. دیگری که در این جام جهانی اتفاق خیلی مهمی که رخ داد، پاکستان در 8 بهترین آمد در میان 20 تیمی که حضور داشتند، در میان 12 تیمی که حذف شده بودند حذف شد. و چیز خیلی مهمه که در این جام جهانی اتفاق افتاد، راه یافتن تیم ملی کرکت افغانستان به مرحله 8 بهترین و نیمه نهایی بود که ما با شکست های حریفان خود به نیمه نهایی را پیدا کردیم. در پهلوی این اتفاقهای مهم دیگری که مثلا تیم های سریلانکا، نیوزلند، پاکستان که از یا توقع بیشتر میرفت در این جام جهانی هیچ کاری نتونستن و حذف استرالیا در مرحله 8 بهترین هم یکی از نکات عمده این جام جهانی است که خیلی جالب بود. دیگری که در این جام جهانی بهترین بازیکن تورنمنت جسپریت بومراه سوپر استار تیم ملی کرکت هند شد که 15 ویکت گرفت. با وجودی که 15 ویکت گرفت، این بازیکن با توپ اندازی های اقتصادیش هند را قهرمان دنیا کرد. اگر بالنگ خوب بومراه نمی بود، این بازیکن اگر بالنگ خوب بومراه اگر نمی بود، هندوستان در جام جهانی قهرمانی را به دست آوردن نمیتونست. دیگر یکی از اتفاقات مهم دیگر جام جهانی بود که بهترین توپزن تاریخ جام جهانی که ویرات کوهلی بیشترین لحظه در جام جهانی ساخته، این بازیکن از جام جهانی خداحافظی کرد و دیگر ما ویرات کوهلی را در بازی‌های جام جهانی نمی‌بینیم. یکی از افتخارات تیم ملی ما در این جام جهانی است که در میان بهترین توپزن و بهترین ویکت‌گیر بازیکنان ما دیده میشه. فضل حق فاروقی با هرشدیپ سینگ بهترین ویکت‌گیران جام جهانی شدند. هر دو بازیکن چپ دست است و هرشدیپ سینگ هم مانند بومراه برای هند خیلی کمک کرد که هند قهرمان جام شد. و دیگر در پهلویی که فاروقی خوش درختی، رحمان الله گربز هم با توپزنی های تاریخی اش در جام جهانی توانست که با 281 رنز با پشت سر گذاشتن پوران، تراویس هید، دیکاک، روی چرما و ده ها بازیکن و توپزن های بزرگ دیگر بهترین رنز کننده جام جهانی شد. و اتفاقات مهمی که در این جام جهانی دیگر رخ داده، راشد خان، رحمان الله گربز، فضل حق فاروقی با امتیازهای زیاد در ترکیب که ICC اعلام کرده در او ترکیب هستند. و اگر اتفاقات مهم دیگر در این جام جهانی رخ داده شما بگوین. تشکر از اینکه ویدیو را تا آخر دیدین. زنده و سلامت باشید.